این نقشه قسمتی از شهر دبی رو به نمایش میذاره، قسمتی که ما در اون نهر آبی دبی، منطقه داونتاون که داخلش دبی مال و برج خلیفه رو داره و همینطور جانمایی فرودگاه دبی مشخصه. در نزدیکی این مناطق و در خط ساحلی ما منطقه ماریتایم رو داریم. شرکت داماک پروژه چلسی رزیدنس خودش رو تحت برند باشگاه چلسی انگلیس تو این منطقه و در پلاک یک ساحل لانچ کرده. پروژه‌ای که با توجه به ساحلی بودن و برندد بودن میتونه بازده قابل توجهی به سرمایه‌گذارها بده. شرکت داماک معمولاً تو پروژه‌هاش امکانات زیادی رو در نظر میگیره. تو این پروژه با توجه به برندد بودن و ساحلی بودن به مراتب حتی از پروژه‌های قبلی خودش امکانات بیشتری در نظر گرفته. این مجموعه شامل 6 تا تاور هست. از سری رزیدنس 1 تاور A، تاور B و تاور C رو داریم و از سری رزیدنس 2 تاور A، تاور B و تاور C داریم. تاورهای A و B سری 1 و سری 2 اخیراً پیش فروش شدند. ظرف 1 ساعت و نیم تماماً فروش رفتند و از 2 تا سری تاورهای C رو ما در حال حاضر در دست لانچ داریم که همینطور که ملاحظه می‌فرمایید موقعیت قرارگیریشون نسبت به دریا حتی از ساختمان‌های قبلی بهتر هم هست. شرایط پرداخت پروژه هم از دیگر نکات مثبت پروژه هست. ما تو این پروژه 20% از مبلغ رو زمان رزرو پرداخت می‌کنیم، بعد از اون ماهانه 1% و در زمان تحویل پروژه 40% باقی مونده رو پرداخت می‌کنیم. با توجه به محدودیت خط ساحلی دبی، ما تعداد پروژه آپارتمانی کمی در خط ساحلی داریم. این قضیه در کنار برند بودن پروژه باعث بازده قابل توجه سرمایه‌گذاری میشه.